سلام، خوش اومدین به این ویدیو. توی این ویدیو میخوام یک لنز بهتون معرفی کنم که اگه دوربینای کراپ سنسور سونی دارین، این تقریبا یکی از بهترین لنزایی که میتونین براش پیدا کنین. اگه عکاسی پورتره میکنین یا یوتیوبرین و بوکه براتون مهمه، این لنز یکی از بهترین لنزای کراپ سنسوره. سیگما اخیراً یک سری لنز داد که شامل 3 تا لنز میشه. یک لنز 16 f1.4، یک لنز 30 میلیمتر f1.4 و یک لنز 56 میلیمتر f1.4. این سری لنز فاصله کانی ثابتی دارن و قابلیت زوم کردن ندارن. حالا لنزی که دست منه لنز سیگما 30 میلیمتر f1.4. حالا چرا میگم برای پورتره و یوتیوب و این چیزا به درد میخوره؟ چون اف این لنز f1.4. حالا f1.4 چیه؟ f1.4 توی دیافراگم ها یک اف خیلی پایینی محسوب میشه که این باعث میشه پشتتون بوکه یا همون مات شدن خیلی زیادی داشته باشه و میتونین برای ویدیو یوتیوب یا عکاسی پورتره عکسای جذابتری بگیریم. بریم که با هم لنز رو باز کنیم. یک سری خرت و پرت تو دفترچه و خود لنز که توی همچین چیزیه. بزنیم کنار. خب داخلش اول یه هود لنز داره و خود لنز. خب این از خود لنز. بریم لنز رو تستش کنیم. تصویر منو الان از لنز 1650 خود کیت سونی ZV-E10 داریم میبینین و الان شما دارین تصویر من رو از لنز 30 میلیمتری f1.4 سیگما میبینین. اون بلری که بهتون گفتم منظورم این بود. الان داره فوکوس میکنه و پشماتون ریخت. دلیل این تصویری که الان دیدین همون f1.4 بود که بهتون گفتم. این لنز 30 میلیمتریه و چون این لنز کراپ سنسوره و برای دوربینای کراپ سنسور استفاده میشه، فاصله کانیش از روی 30 میلیمتر میاد روی 45 میلیمتر. یعنی شما در واقع فاصله کانی که میگیرین 45 میلیمتره. وزن این لنز 260 گرمه که توی لنزا وزن پایینی محسوب میشه. حالا بریم سر قیمتش. قیمت این لنز توی 20 آذر 1402 که الان داره این ویدیو رکورد میشه چیزی هولوش 15 تا 16 میلیون تومنه که توی لنزایی که برای سونی ساخته شده خیلی لنز ارزون قیمتیه. حالا چرا این لنز به نسبت لنزهای دیگه سونی ارزون تره؟ 2 تا چیز هست که این لنز قیمت مناسبی میکنه. این لنز کراپ سنسوره و بیشتر به درد دوربینای کراپ سنسور میخوره. همین موضوع باعث میشه که برای خیلی از دوربینای سونی دیگه کاربرد چندانی نداشته باشه، چون بیشتر دوربینای سونی معمولاً فول فریمن و بقیه دوربینهای سونی که خیلی کاربردیان و حرفه‌ای ترن فول فریمن و فقط شما میتونین این لنز رو برای دوربینای کراپ خودتون بگیرید. دلیل دوم، این لنز لرزشگیر داخلی نداره و شما برای ویدیوهاتون نمیتونید ویدیوهای بدون لرزشی بگیرید و بیشتر به درد فیلمبرداری یا عکاسی روی سه‌پایه میخوره و این موضوع یکم دست و پای شما رو محدودتر میکنه برای ویدیو. ولی از اون طرف خیلی به درد استریمرها و یوتیوبرها میخوره، چون اونا روی سه‌پایه استفاده میکنن و بوکه براشون خیلی مهمه. به آخر این ویدیو رسیدیم و تقریبا همه چیز میزای این لنز رو بهتون گفتم. اگه این ویدیو به دردتون خورد حتما لایک کنین، ساب کنین و زنگوله رو بزنید و اگه سوالی داشتین تو کامنت ها به ما بگید. مرسی. نمیدونم تهش چی بگم.